سلام و وقت بخیر. به برنامه اوج خوش آمدید. مهمان من امشب آقای مسعود خلیلی، سفیر افغانستان در اسپانیا. بسیار تشکر از این که فرصت دادین آقای خلیلی. بسیار تشکر، مهربانی کردید. سلام دوباره آقای خلیلی. در آغاز میخوایم در مورد استاد خلیلی بپرسم. آنچه که در زندگیشان خیلی برای شما مهم بوده چی است؟ اول شاعر بودنشان، یک شاعر زبان دری در افغانستان و در همین جغرافیای ما بودن. دوم روابط انسانی پدرم که اونا ارزش میدادن از همه چیز بیشتر به روابط انسانی یک انسان. همیشه میگفتن که عالم شدن چی آسان، آدم شدن چی مشکل. میگفتن حریص نباشین، متکبر نباشین، خودخواه نباشین، جا طلب نباشین، بی عقیده نباشین. در این زمان کوشش بکنین که اگر مکتب میرین و درس میخوانین که بسیار مهم هست، ارزش های انسانی را در وجودتان آرام آرام ورزش بتین و ریاضت معنوی بکشین. چهارم چیزی که علاقه داشتن به فرهنگ این مملکت، فرهنگ همی ساحه دنیایی بود. فرهنگی که از بخارا شروع میشد، از دریای جیهون میگذشت، میرفت به طرف شیراز و اصفهان و تهران و این تا به عراق و ترکیه و قونیه و از طرف دیگه هم میرفت این تا حواشی هندوستان یا نیم قاره هند که همین فرهنگ گسترش میافت. در مجموع همیشه که یک جای میکردین چیزی که شاخص بود در زندگیشان او این وطن دوستی شد و حد بعد از خدا وطن خدا دوست داشتن که انسان حیران میموند. ما جوانا حیران میماندیم. داند خدا که بعد خدا میپرستمد، هان ای وطن بگو که چرا میپرستمد. پشت ذره ذرهش جان میداد، کوه کوهش دوست داشت، دریا دریایش دوست داشت، مردم مردمش دوست داشت و کوشش میکرد که آنچه داره که شعرش بود در خاک پای وطن خود بریزن تا آخرین لمحه حیات که زنده بودن و در کنارشان بودن. و او شب که از این دنیا می رفتن آنچه یاد می کردن در دنیای هجرت، در دنیای تنهایی، در دنیای مهاجرت وطنشان بود. و ما گفتن که فرزند به ما آب بیاور. نیمه های شب بود. دکترها همه طبیب ها جواب داده بودن. ما یک گلاس آب برشان برد. در بیمارستان بودن. وقت آب دید در هم مسایی کرد، گفت که تو نفهمیدی که ما چی میخواستم بخوایم. از چشم ساران افغانستان عزیز آب میخواستم، از کوپایه ها و چشمه های بدخشان آب میخواستم، از هرات و غزنه و قندهار، زابل و پروان و کاپیسا و بدخشان و تخارستان و فاریاب آب میخواستم. او آب میتونه آتش پدرت بشانه، او آب میتونه تشنگی مرا بشانه. هیچ آب دیگی در جهان نمیتونه که تشنگی کسی که در هجرت وطن خود است و به یاد وطن خود دور از وطن خود میره میشن. دقیقاً استاد شعرهای زیاده گفتن. شما به عنوان پسرشان از شعری که خیلی هم خوش در میه کدام شعر استاد است؟ یک سوال بسیار مهم هست. به این خاطر مهم است که یک فرزند همه اشعار پدر خود دوست می‌داشت. دقیقاً. چنان که یک پدر همه خصلت‌های فرزند خود دوست می‌داشته باشه. در اونجا انتخاب یگانه انتخاب است عزیز، انتخاب محبت و عشق است. هر چیزی که به یادم بیاید یکی دو ربایی پدرم همیشه در ذهنم میگشته.
ای باد صبا بگو چه ها آوردی، مهمان دل منی صفا آوردی. بویست نهان در نفست جان افزا، من دانم و دل که از کجا آوردی. او نعته که در زندان با زغال و پیغمبر ساخته بود و به دیوار نوشته بود. زندانی آهی که نیمه شب زند از سینه سر، همه از طارم سپهر نماید گذر. همه جریان سیل خود نبود افتخار مرد، مردان بود که خاش کند چشم تر. همه مثل غزلیات دیگیشان، مثل مرد نمیرد به مرگ، مرد از او نام جوست. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست. نام چو جاوید شد مردنش آسان گناه کجاست. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست. هر کجا که رو آریم دست کبریا با ماست. آقای خلیلی، در مورد شخص خود شما، آنچه که خیلی هم به زندگی شخصیتان ربط داشته در ایام جوانی چی بوده؟ و بیشتر باور مردم این بوده که شما در جهاد بودین، در مقاومت بودین، بعد در نظام کنونی افغانستان حالا کار میکنین. جوانی ما معمولا در درس تا قسمت 22-23 سالش گذشت. فاکولته ادبیات اینجا بود و باز هندوستان بود و باز هندوستان دوره ماستری بود و با دوره دکترا شروع کردیم. جهاد شروع شد. از اون وقت از صنفی از کلاس درس با کوههای افغانستان شدم تا امروز. جانم یک ملت با جنگ آغشته، یک ملت در انتظار صلح، یک ملت به امید صلح نشسته، یک ملتی که فریادش با آسمان بلند است و امیدوار هست. تا امروز هم مشغول از هستیم در کوههای افغانستان و یا با مرکب خود یا پیاده یا با اسب در وقت جهاد افغانستان، چون دفتر سیاسی جمعیت و دوشش مبود برای بسیج کردن و برای از اینکه خود هم بتانیم از ملت خود چیزی یاد بگیریم، از یک کو به دیگر کو، از یک دشت به دیگر دشت، از یک دریا به دیگر دریا و از یک دل به دیگر دل می رفتیم عزیزم که مردم همین رو بگوییم که استاد شوید، ما را هم تشویق کنین و قوت قلب بتین، چون شما استاد هستین که بدون شما امکان نداره که آزادی خود به دست بیاریم. آقای خلیلی، شما آمر دفتر سیاسی جمعیت اسلامی افغانستان بودین، اما با مرکب کو به کو، قریه به قریه چیکار میکردین؟ در اون وقت جان یا در هر وقت عزیزم باید شما ملتتان بسیج کنین. اگر آمر ملت نداره هیچ وقت نمیتونه ادعای آمریت بکنه. اگر دولت بی ملت هست، هر روز صبح که بیدار میشی جانم انتظار سقوطش داشته باشه. اگر ملت هم بی دولت هست انتظار پراگندگیش داشته باشه. به این خاطر ما در وقتی که آزادی افغانستان میخواستیم باید به کوههای افغانستان میرفتم، خود در نشان میدادم، همراهشان گپ میزدم، قماندان ها را میدیدم، مردم عام میدیدم، ضرورت هایشان پرسان میکردم، اونا مرا میدیدن که چی میخورم، چی میپوشم، چی نوع حرف میزنم، که من اعتماد بالای از اونا میکردم، با اونا اعتماد بالای من میکردن، که با همی اعتماد هر دو شریک به هم آزادی افغانستان بگیریم. گاهی در کوهپایه‌های هندو کش بودیم جان، گاهی در هلمند و گاهی در خوست و در نورستان و در بامیان و در مزار شریف و در هرات و در بادغیس، گاهی هم دور کابل. علت عمده همی بود. او وقت ما شاید خود موقع بسیار نمیفهمیدم که مردم ما بسیج میکنیم، اما حالی که میبینم پیش خود فکر میکنم که یک ملت بسیج کردن بسیار مهم گپ است که شما در اینجا پشت سر ما بیتی که نوشته است حتما میبینیم که در او که وای از آن ملت که وای از آن دولت که ملت را ندید.
هر دویش مهم است. و می خاطر ما باید خود به ملت نشان میدادیم و ملت به خود نشان میدادیم تا اعتماد یک جای میشد. و اعتماد که می آمد باز دشمن بیرونی نمیتونست که آزادی مرا برای دیر مدت نگاه بکنه. روس با تمام قوت خود، KGB با تمام معیارهای نظامی قوی او دوره خود، و یک ملتی که در کوها می رفتیم عزیزم، اکثر پایش برهنه، شکمش گرسنه، لباس در جانش نه، سلاح درست در جیب درستش نه، پول نداره، خانه نداره، با حیوان خود زندگی میکنه. اما یک گپ داشت که تو بیا به پهلوی ما استاد میشم با پهلوی ما، تو اما قوت را فکر میکنی که توپ ها و تیاره ها و بم اتم داره، ما شکستش میدم. با او خاطر دفتر سیاسی را چون کار میکردم، همین کار ما برای 14 سال بود. جان آقای خلیلی، برای آنچه که مردم را بسیج کردین، جهاد مردم افغانستان، و برای آنچه که می جنگیدین در مقابل روس، جهاد مردم افغانستان، اما آنچه که می خواستین به دست آوردین؟ یک سوال بسیار مهم است. این را شما چون خبرنگار هستین، شما به نمایندگی از یک ملت پرسان میکنین. این را همه مجاهدین باید اول از خود پرسان کنن، مخصوصا کسانی که در جهاد افغانستان سهم داشتن، حال مردم های کلان هستند. در این 14 سال کرسی های کلان به دستشان بود. چیزی که ما برش جنگ میکردیم و ملت میکرد متوجه باشین و بیننده های خورشید متوجه باشن که آزادی افغانستان بود. جانم او رو به دست آوردیم. شما در وقت شاید بسیار جوان خرد بودین یا 3-4 ساله‌ای بودین در وقت که ما به کابل در آمدیم، مجاهدین به کابل در آمدن، در ولایات دیگه در آمدن و اعلان کردن که ملت افغانستان همراه با تو، با کمک تو و به لطف پروردگار امروز آزادی خود به دست آورد. ما جنگ بردیم، اما آیا صلح بردیم یا نبردیم؟ اینجا سوال است. دقیقاً. و ما متاسفانه با مو نیتی که داشتیم که صلح هم ببریم بردن نتونستیم. ملتی که جنگ ببره و صلح ببازه، اون ملتی هست که ما تو هستیم تا بالا هنوز با مشکل و معضلی بند ماندیم که یک راه پیدا کنیم تا صلح به وجود بیاید. صلح که آمد ثبات به وجود میاد، ثبات که آمد پیشرفت به وجود میاد، پیشرفت که آمد راه آمدن جنگ بند میشه. وقتی که راه آمدن جنگ بند بود، شما در 25-30 سال نسل‌های آینده شما قوی ترین میباشه. آقای خلیلی، به محض ورود مجاهدین به کابل شما میبینین خب چند هفته‌ایه که حالا آرام میباشه کابل یا نمیباشه، ولی بعدش هزاران راکت به فرق مردم میخوره، خانه های خود را مردم از دست میتن، میلیون ها انسان مهاجر میشه، میلیون ها انسان دست و پای خود را از دست میده و میلیون ها آدم شهید میشه. بخی دقیق میگید شما، دقیق میگید. باز ما میگم که را باید از خود پرسان کنیم، مخصوصا به این سن و سال که هست باید حتما پرسان کنیم. چون پس که ما در همین اراضی میرم و میبینیم این اراضی را که هنوز مردم ما پریشانی جنگ دارن، هنوز در این دند شمالی بیشتر مردم گرسنه به خواب میرن، هنوز در دند شمالی بیشتر مردم یا در دند جنوبی یا در دند قندهار یا در هرات اولاد افغانستان پریشان است. مادر و خواهر افغانستان هنوز مسلول یا با یک شش سل زده به خانه خود. چرا؟ در این شک نیست که ما اول خود باید ببینیم، باید بگوییم تقصیر در کجای ما بود که صلح باختیم، که باز ما او را اشتباه را تکرار نکنیم. اشتباه بکنین قصدن نیم، اما تکرار نکنین باز او قصدن معلوم میشه. ما که در کابل آمدیم جان مردم جشن ها گرفتن، بامی که برق بود یا نبود
شمع‌ها روشن کردم. خدا بخش عامر صاحبی شهید بود، دو بخمی استاد ربانی شهید بودن، فهیم خان خدا بخش زنده بود، بچه های دیگه همه در آمده بودیم کابل، بچه های جوان دیگه همین بسم الله خان بود و عبدالله بود و مثلا همینجا بچه های مثل پناه بودن، علاءالدین خان بود، مولا نقیب اونجا بود، طرف دیگه مولوی خالص نفرایش بود و بیچاره با عبدالحق شهید بود، طرف همین کلگی همه خوش بود. نکته شما این بود که راکت هاش رشد. ما نمیفهمیدیم که مخاط به خشکه هستیم، میشه مهات به دشمنان باشیم. متاسفانه همسایه‌های ما به خاطر استراتژی‌های خود نماندن که ما ثبات داشته باشیم. بعضی را کرا گرفتن از خود ما را، بعضی را گرو گرفتن از خود ما را و کابل عزیز و شهرهای دیگه ما باز به خونتر شد. و که به شما میگم جانم صلح باخته به خونتر شد. ما آمدیم مشکل پیدا شده. هر روز عوضی که ما مکتب باز کنیم ما مجبور بودیم که یک جایی را که مین پرانده بود یا یک جایی را که راکت ویران کرده بود بریم به اونجا بدویم که چند نفر کشته شد زخمی دادیم. باز چون طالبا آمدن او یک دوره دیگه است که شما خوب در می‌دونید. دقیقاً سالش فراموش کردم آقای خلیلی، اما شما در یک سال از جانب حکومت افغانستان فرستاده شدین به پاکستان، اما به محض این که پاکستان رفتین بعد وارد مذاکره شدین یا نشدین توسط پاکستانی ها اخراج شدین از پاکستان. دلیلش؟ یا یک جزء یا یک مقطعی از تاریخ سیاسی افغانستان از جانب که شما یاد کردین. او درست به حساب مسیحی سال 1995 بود و به حساب ما شما 24 سال یا 23 سال قبل بود. من اینجا چالش دادم، عمر صاحب شهید زنده بودن، استاد ربانی زنده بودن، دوستا همگی چهار طرف ما زنده بودیم. من چالش دادم که من حتما میرم در پاکستان که هنوز طالبا کابل نگرفته بودن، میرم و اونجا باید ما با پاکستان رابطه خوب داشته باشیم. ما مرغ نیستیم که پرواز کنیم. اونها هم صدمه میبینن، ما هم صدمه میبینیم. یک دوری بسیار مهم تاریخی به ما رسیدن و کمک کردن. من رفتم جان اما موفق نشد، متاسفم، به خاطر که مداخله اقا صریح بود که دفتر نمایندگی فوق‌العاده حکومت افغانستان نمیتونست که او را چی کنه، او را با ما درجه برسانه که ما بشینیم و صلح کنیم. دوم، در اون وقت جان دوستای ما که همراه ما رفیق بودن که در دوره جهاد با ما در جنگ سرد کمک میکردن که ما امی ملت بیچاره نادار فاتح جنگ سرد شد و به جهان نشان داد که ما جنگ سرد پایان میکنم با 1 میلیون کشته. این احساسات یا شعر نیست عزیزم که حالا میره با کلمات بگویم که تاثیرناک باشن، یک واقعیت است. در اون وقت اینا ما را تنها گذاشتن. 1 تا سفارت دیگه نبود غیر 3-4 سفارتی که از ایران بود، از پاکستان بود، هندوستان بود، ترکیه بود، 1-2 تای دیگه همه بسته بودن. خب سومی که ما هیچ نوع وسیله برای مصرف نداشتیم در اون وقت و قند گفتن خدا شیرین نمیشه، باید ما چیزی میداشتیم امورم نداشتیم. چهارمی که ما آمادگی واقعا خودمان نداشتیم، تازه آمده بودیم دیگه، جنگ 14 ساله رو پشت سر مانده بودیم، همه داخل شدیم در کابل و ما آمادگی حکومتداری در کابل نداشتیم که چطور ما میتونیم 1 حکومت نگاه کنیم، 2 در یک بحران حکومت نگاه کنیم. همین عناصر که یک جای کنیم با تمام حرفهای ما در اونجا جای را نگرفت، مداخله سریع و مرا یک شب از اونجا مخالف همه امو قراردادهای بین المللی و مخالف همه اصول ژنوا که میگن، ملل متحد که میگن، و امی قوانین بسیار
به اصطلاح به روی خطوط طلایی که نوشته میکنن، اونا آمدن و ما را در ماشین شاندن. اول خود یک ماموریت پلیس با دیوار کردن، باز یک ماشین شاندن و بازم طفل و بچه مرا نگاه کردن. از اونجا باز ما را سرگردان آوردن از مرز تیر کردن. دو وقت خانم بنظیر بوتو صدر اعظم بود، چون او کار افغانستان به دستش نبود، کار افغانستان به دست دیگر کس بود. در اونجا چند تای و دیگر دوستا کوشش کردن که فامیل من نجات پیدا کنن و از اونجا او را بکشن. او وقت موفقیت به دست نامد که تاباله که ما شورای صلح بسیار بزرگ داریم و ما مثلا که باید گپ بزنیم میریم گپ میزنیم و میریم صحبت میکنیم، ما دم چارایی اول هستیم. دقیقاً دوچار اشتباه هستیم هنوز. البته در مورد شناخت پاکستان گمان نکنم ما نشناخته باشیم پاکستان. این خوب نکته است. ملت افغانستان اول مهم است که شناختن و در پاکستان هم شناخته که کی این کار میکنه و چرا این کار میکنه و دومی که دولت های افغانستان هم شناخته. من مطمئن هستم که اینا شناختن دولت فعلی افغانستان. حالا اونجا کسایی هستن که میگم سهیم بودن همیشه، مثلا دکتر عبدالله هست که سهیم بوده نمیگم، در پیشرویش کشته ها داده میشد و فریادها را میشنید. مثلا آمسه بشه پیشروی کلی کشته شد میشناسند. اما یکی چی باید شوه او را باید نمیفهم باید پیگیر شوه دیگه که ما به یک جای برسیم که به اصطلاح نسیخ بسوزه نه کباب و ثبات در افغانستان بیاید، در حالی که به ارزش بی ثباتی دیگه کشورها نباشه. آقای خلیلی، دقیقاً مردم بیشترین انتقادشان علیه مجاهدین همان دوره جنگ های داخلی در افغانستان است. چرا مجاهدین به جان هم افتادن؟ ما به شما پیشتر گفتم جانم که ما محاط به دشمن بودیم. این گفتم سعید که چرا بازی ها رفتن خود کرا دادن، اما در اونجا مداخله قصری بود که شما متوجه باشین که جلوه از اون مجاهدینی که در کابل بودن در شهرها بودن گرفتن نمیتونست. چون ما همونطور گفتم تجرید شده بودیم، دوست دیگه نبود که با ما کمک کنه، در دست ما سلاح نبود، اسلحه ما نداشتیم بسیار، مواد ارتزاقی ما صفر، پول نداشتیم. اما یک دفعه آمدیم در کابل چون که گفتم دمی که همه چیز به ما نو بود. از این خاطر اونمو حالت پیدا شد که بدالت بود، دی شک نیست، فغان مردم برآمد. تنهایی دلایل ما نمیتونه قانع کننده باشه به ملت افغانستان. چرا؟ مردم نتیجهش میدید که به فغان در آمده. از این خاطر که تمام قوت و کوشش ما می باشه، مخصوصا که بعد از اینکه ناتو قوای شخصی در افغانستان در 14 سال که یک بحث دیگه است که ما می فرصت ها را نباید از دست میدادیم، نه حالا از دست بدیم که خدا نکرده باز یک تجرید برابر نشیم که ما بانیم و این منطقه بانه و دوستی هم نداشته باشیم. خدا ناکنه همین چیزی هم که داریم از دست ما. آقای خلیلی، با توجه به این که از سالها به این طرف پاکستانی ها هستند که مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان دارند، در هر زمان شما دیدین مخالفان مسئله حکومت های افغانستان را دنبیل تجهیز کردن، اما با آن همه چرا حکومت مردان افغانستان دل بستن به همکاری پاکستان در پروسه صلح کشور؟ یکی خب فکر میکنم دیگه چاره را نمیبینن. واقعا چاره دیگر نیست. کسی که با شما جنگ میکنه شما مجبور هستین که او یک راه پیدا کنین. چرا شما امروز ازبکستان چاره کار ندارین، امروز تاجیکستان کار ندارین، ترکمنستان کار ندارین، که ایران کار ندارین، امروز چین کار ندارین. شما کسی که در جنگ با شماست با او میخواین یا کسایی که با شما در جنگ هستن در اونجا هستن، شما باید راه او پیدا کنین. دوم، ما به این عقیده هستم که خود خوب بسازیم، خودمون فرصت ها را دست ندیم. تا شما قوی نباشین، قوی منطقی، نه قوی که کل مسلح باشه و زدن و جنگ و بده بالا، نه، قوی ما باشیم که ما اعتماد بالای ملت کنیم، ملت اعتماد بالای ما بکنه و ما با ملت بفهمانیم که متوجه باشی اگر من مذاکره نمی کنم به این معنی نیست که ما جنگ میخوایم، به این معنی است که ما میخوایم خود قوی کنیم. یک زعامت معنوی، سیاسی، ملی
کارآمد معتمده که او در همین پروسه های انتخاباتی خود به وجود بیاریم که ملت با ما اعتماد کنه و ما بالای ملت اعتماد داشته باشیم. که او وقتی که به وجود آمد که در پای تپش و تلاش حتما هستند که به وجود آمد، ما در او وقت باز میتونیم که تنها به شعر و به ترانه اکتفا نکنیم، بلکه بگوییم که ما ملت واحدیم با هم یکسان، انباز به درد و رنج در طول زمان، هر کس که اشاره کرد انگشتش بر آن ازبک این هزار آن است افغان. چنان که در وقت جهاد ما زعامت‌های محلی میدادیم در او وقت که معتمد بودن و ابرقدرت با او پهنا و با او عمق شکست دادن. این ملت ضعیف نیست، متوجه شما باشه. یا باز شعر نیست که من میگم. این ملت در امی برها و در امی مقطعهای تاریخ نشان داده که من میتونم استاد شام و ما با ملت امی چی رو بتیم، نیرو رو بتیم که من رایت هستم. بدون ملت من زندگی که نمیتونم. تو ریشه ما هستیم، من میوید هستم. اعتمادت میارم سر خود، چی مادی، چی معنوی، چی با پول خود، چی با خانه خود، چی با مثلا امی گفتار خود، چی با رفتار خود، چی با کردار خود. در میفهمانم که مستوست. آسان گپ نیستی کارم بر شما بگویم. خب اما ناممکن هم نیست. اگر ملت اعتماد سر شما کرد، اعتماد نیست که سراپا به اعتماد باشه سر چی. اگر اعتماد کرد جانب سر شما، در او وقت امی کل جهان که فولاد شود شما را شکست داده میدن. اگر ملت بالایتان در شک بود و اعتماد نکرد، اگر شما همه وجودتان فولاد باشه با یک موی قطعتان میکنه. و دقیقاً حکومت‌های افغانستان چه در گذشته چه در حالا اعتماد ملت را نسبت به خود دارن؟ باید کوشش بکنن. ما در دوره‌ای که درباره جهاد بودیم و که حکومتی نداشتیم، ما می‌دیدیم که در کوپای افغانستان حکومت‌های کمونیستی اعتماد نمیشن بالای ملت، یعنی اعتماد بالایشان ملت نمیکنه. ما میتونستیم دو در رها بریم. چرا؟ اگر ما بسیج نمیکردیم ملت با اون نمیرسیدیم و ما هم اعتماد خود از دست میدادیم، ملت پراگنده میشد. در اون صورت ما زود خود میرساندیم که ما بسیج کنیم تا دشمن بسیج نکنه ملت. خب متوجه باشین چرا ملت نمیشینه که در جای خود بشینه و هم مثلا در افغانستان در طور که یک ملت است که برای بقای خود همیشه باید یک کاری کنه. از این خاطر دوره ما خود میرسانیم. با دوره حکومتی که ما آمدیم او وقت هم ما کوشش امیدی ما بود که اعتماد ملت طرف ما باشه. اما یک تبلیغات بود فکر میکن که امی حکومت ما قایدی وسیع نداره. یک تبلیغات انداخته بود الان که ما در امی حکومت همه از اقوام موجود بود. باز آمدیم دوره طالبان دیدین که نتانست که اعتماد ملت در اول آورده بود، اعتماد از دست داد، دیدین که شکست خورد. چهارم این دورهای ماست. این دوره هم آخری مگمون نکنیم کوشش نکنن، چرا هیچ حکومت بی عقل نمیشه که او در یک حالت قرار داشته باشه و یقدر ساده دل نمیشه که ملت سرش اعتماد نکنه، اما شیوه هایش عینی باید پیدا بکنه. تا او وقت ملت باز هم گپ بیشتر خدا به شما گفتم که ملت باز بگه اینال ما خودم در قریه خود نمیمانم، دشمن افغانستانم. در مرجع هم تو بگه که زنه پریدم لازمون دشمن دی افغانستان دشمن و دیگهش بگه که اینجا در بامیان نمیمانم، دشمن افغانستان هستم. چرا؟ من زعامتی دارم که همین طبقه صدا میکنه کل میگن که گپ تا گرفت آل نمیمانمش. دوم ما و شما نهادهای آرامال داریم که دو بسیار باید سرش حساب بکنیم. اون نهاد نظامی و پلیس و استخباراتی است. این امیر جان ما نداشتیم عزیزم. دمی 14 سال به وجود آمد، نشک خدا ناکرده ایره ما در دوگانگی قرار بدیم که من مجاهد هستم، تو مجاهد نیستی، عسکر هستی، ما تو حال مشکل داریم، ما سر تو اعتماد نمیکنم، سرم اعتماد نمیکنی، دوگانگی در ما بین ملت به وجود بیاید. آقای خلیلی، در مورد
آمدن طالبان در کابل و دقیقاً در اوج جنگ‌های داخلی کشور. همین طالبان زمانی که در قندار ظهور میکنن، بعد از چند ماه جنگ، لوگر، غزنی، میدان وردک، کابل، حتی تا جبل سراج و چاریکار خودش نمیرسنن. یعنی نیروهای مستقر در اینجا کابل و ولایات همجوارش خیلی با طالبان مقاومت نمیکنن. دلیلش چی بوده؟ تا جایی که من میشنم خب نیروهای نظامی ما بسیار جان داده در 14 سال. شما سعی کنید که منظور من از حکومت مجاهدین است. در اون دوره دقیقاً. ببخشید، در اون دوره ما آخرین کوشش رو خودم میکردیم، اما ما توانایی نداشتیم. حالا ما چطور میتونستیم در حالی که هیچ چیز پیش ما نبود عین خودم میرسیدیم در قندار؟ در اونجا اینا آمده بودن و ایران متوجه باشین که جنگ های داخل کابل، جنگ های پراگنده که با وجود آمده بود که چیزی از سادگی خود ما بود. تو نبود که ما مردمی بودیم که هیچ از پیش ما اشتباهی سر نمیداد، استغفرالله و ما آمدیم امکان نداره. نی، ما داشتیم کسانی هم در اون جو جهادی خود که اونا مردم دوستشان نداشتن، اما کسانی هم داشتیم که مردم برش جان خود میداد. و این اساس ما در اولی که جنگ شروع شد یک تبلیغات بزرگ شد که اینا نتانستن چی خود بیارن. چی میگن؟ امو ثبات و امنیت در افغانستان بیاره. و اون طرف دیگه اون طرف پول داشتن، پیسه داشتن، کمک میشدن، عرب و عجم برشان کمک میکرد، خود رساندن تا مکتب حبیبیه. ما در کابل بودیم، مکتب حبیبیه و گرفته شد. این دیگه کارت پروان بودیم. تا آخرین لمحه هم استادگی کردیم، متوجه باشیم. اما آخرین لمحه که کابل در سقوط شد، یک گپ بود، عامر صاحب شهید دو زنده بود، گفت که اگر ما در اینجا مقاومت کنیم مردم بسیار تباه میشه، هجوم شدید میشه. ما میتونیم استادگی کنیم در این کوه آسمایی و کوه شیر دروازه، اما یک دفعه در مابین مردم جنگ است دیگه، یک دفعه بی‌نظمی صورت میگیره و هزاران نفر کشته میشه. ما حق نشین که این طرف شما و بعد از اون بود از او مبارز نوع دیگه شروع شد. ما تسلیم دیگه نشدیم. اعلان امیره کردیم که تو کابل گرفتی، من به یک زخم تو ای چرخ نیفتم از پای، گربوت عمر ببینیم با پیکار دیگر. یادم است خوب کمی همی بیتم وقت بعد از گپای دیگه که شد که طالب کابل گرفتم، من در ذهنم آمد گفتم من به یک زخم تو ای چرخ نیفتم از پای، گربوت عمر ببینیم با پیکار دیگر. حق آمده یا ناحق؟ ناحق. استاد در مقابل ناحق میشی؟ بله. در دست چیزی هست؟ نه. ثروتش داری؟ نه. سلاحش کافی داری؟ نه. تیاریش داری؟ نه. دلش داری؟ پس استاد شد. تا آخرین لمحه استاد شد. شهیدها دادیم، کشته ها دادیم، دیگه گاهی در یک کوی دیگر رفتیم. بالاخره در یک روز عامر صاحب شهید شد، دیگر آفیسری آلا پولیشون بودن. بعد از او باز مسئله القاعده شد که القاعده بسیار مهم بود که در وقت طالبایی می آمد. القاعده نیویورک زد و نیویورک متوجه شد و آمد کجا؟ آمریکا در افغانستان ناتو آمد. از 14 سال به این طرف است که ناتو است و اون قوای نظامی افغانستان هست که را متوجه باشیم ما شما. قوای پلیسی افغانستان است و ملت افغانستان است که پهلوی از او در برابر امی بی‌نظمی ها و تهاجماتی که در امی دوره شد استادگی کردن با دادن هزاران کشته. این دوره 14 سال هم یک دوره متاسفانه بی کشته نبوده. چی قوای خارجی بود کشته شد، چی قوای داخلی ما بود و شهادت رسیدن و کشته شدن. و صدها زخمی دادیم و صدها بی پای دادیم و صدها معیوب دادیم. یک جنگ بسیار عادی نبود در افغانستان که تا امروز دوام داره که در مارجه چی گپ است و در قندوز چی گپ است و در ننگرهار بیچاره چی گپ است و مثلا در یک جای دیگر. از این خاطر ما در اون دوره مبارزه خود آغاز کردیم تا همون درجه رسیدیم که افغانستان با کلی سقوط نکن و ناتو آمد و طالب دوام داره. پس از حضور قوت‌های ناتو در افغانستان و اینکه اردوی ملی افغانستان تشکیل شد،
شما میبینین که طالبان هر روز آدم میکشن و طالبان حمله های گروهی را انجام میدن، انتحار میکنن، انفجار میکنن. آیا واقعا انگیزه وجود داشته برای مهار و از بین بردن طالبان، یا نه به نام قوم، سمت، زبان و این مسائل به نحو خواستن که طالبان را زنده نگاه کنن؟ آوازه ها همی هست، دی شک نیست. من واقعا در استخبارات نیستم یا در سرویس به اصطلاح امو استخباراتی و اینتلیجنس افغانستان نیستم که همه را بفهمم چطور است. اما پیشتر به شما گفتم که انتباه مردم امی است، یا به حساب خارجیش پرسپشن مردم امی است که گویا مسائل قومی در اینجا است و تضعیف کرده جنگ ضد دشمن. از این خاطر عرض ما می بود که امیر زود از بین ببریم این انتباه را. چرا؟ انتباه شاید واقعیت نداشته باشه، اما قوتش از واقعیت بیشتر است. مثلا شما در انتباه بینندای شما میبینند، شما فکر میکنید من چرد وجودم است، یک چشم من کور است، دیگه است من صحت من خوب نیست. شما بر اساس انتباهتان با من رفتار میکنید، میشه صحت من خوب باشه. پس ما همین انتباه را باید از بین ببریم. کی از بین ببرم؟ من از بین ببرم که نیم صحت من خوب است، آرام است، شب خواب خوب دارم، اشتیایم بد نیست، فکر کردن میتونم، کتاب خوانده میتونم و این رو ثابت کنم براتان. بیارین یک کتاب با ما بدین که ما در 3 روز خلاصش میکنیم. یعنی بیارین ببینین ما چقدر پیاده روی کردم میتونم تا شما به همه باز بگین که نه او یک انتباه بود، انتباه درست نبود، اینا صحتشان خوب است. اینا مثل صحت بدن دولت هم مثل صحت بدن یک انسان است. باید انتباه غلط نتر. باید او انتباه را با چی جور کنه؟ با کمیونیکیشن، یک کلمه را میگن، با ارتباط با مردم. تا مردم با ارتباط با مردم باشن، با این نقش رسانه ها که در اینجا هست که میتونن هر روز یک کنفرانس مطبوعاتی بگیرن و هر روز خود برسانن، هر روز مثل که با ما مرکب خود میرین با هلیکوپتر خود برن ملت افغانستان بگوین که جان من رایت است، متوجه باشی. تو انتباهی داری که من جنگ قومی میکنم؟ من نمیکنم جنگ قومی. اگر نکده خود چوب گرفت، مانوش چیست؟ یک ضرور مسئله بسیار قوی داریم که خاموشی اعتراف به گناه است. شما باید یک ماندین چرا ملت است، امرای ملت سابقه ور نیست که امرای یک مرکب بره، باید خود به هر شکل کس برسانه که انتباه درست نیست، انتباه تو درست. حالا در جهان دیگه هم است. مردم اگه انتباه میگیره در باری وایت هاوس، در قصر سفید، فورا اوباما بره کپ خود میزد که تو نیست. پس همین انتباه را از مردم بگیریم. ملت شما مو ملت است، مردم شما مو مردم است، غیرت شما غیرت است، امید به خدای شما اعتماد است. میخوای وحدت داشته باشه. ملت افغانستان چرا وحدت نداشته باشه؟ حالا بعد از 38 سال فهمیده که باید ما وحدت داشته باشیم تا بتانیم موفق شویم. آقای خلیلی، جنگ افغانستان را چگونه ربط داده میتونیم به نداشتن فرهنگ مردم؟ مثلا اینکه موهای خود کشال میمونه، چشمای خود سرمه میکنه، ریش خود همه قدر میمونه، به میدان می خودش انتحاری میکنه. این گپ شما از همه گپایتان که مهمتر است، متوجه باشید. هر قدر ما کوشش کنیم، در اون وقت هم میکوشیدیم. در این 38 سال در مقطعات تاریخ همی گپ بوده که ما کوشش میکنیم از اون فرهنگ قوی چندین هزار ساله ملت افغانستان برای وحدت و برای امید و برای اتفاق مردم کمک کنیم. و این جهاد ما اگر موفق شد بر اساس یک فرهنگ قوی عقیدتی و ملی. یک بیوزن در کوپه‌های افغانستان میگفت که کمونیست هستن، نه به خدا معتقد نیستن، من به خدا معتقد هستم. تمام. دو، ما با آزادی افغانستان معتقد است. دو جزء مهم فرهنگی، عشق به وام دارم، عشق به کوپه‌های ها و مردم خودم و به سرزمین خودم دارم. بچه من از شما دو تا از کشته دادیم، یکی دیگه فدای سر عقیدیم و
عشق به وطن که در بعض جایها عزیز متوجه باشین که روی مخلوط است که آدم نمیفهمه کدامش قوی تر است. مثل بیت استاد واره داند خدا که بعد خدا می پرستمت، آن خدا بگو که چرا می پرستمت. دیگه که شما ببینید یک قسم چی رو نشان میده که کدامت اول، اما اول عقیده است دیگه. صحیح شد. سیوم چیزی که بوده بسیار مهم بوده، اعتماد در بحران به ملت بوده در عقیده ما، در فرهنگ ما. در جنگ‌های ضد انگلیس، در جنگ ضد روس، در جنگ مثلا ضد در گذشته و که در تاریخ افغانستان در 2000 از اسکندر کبیر تا بالا است، او معتقد به این بوده. متوجه باشید. 3 4 عزیزم در فرهنگ به معنویات ما معتقد بودیم. معنویات ما خودت چی را میخواد با ما خودت بیان کنه؟ یک مهمترین گپ معنویات ما و شما چیست؟ که ما باید تقوای خود دست نتیم در تاریخ افغانستان بوده، در فرهنگ افغانستان بوده. دست نتیم تقوای خود. چرا؟ تقوا اساسش است، هم اساس عقیده است، هم اساس وطن دوستی است. و دیگه ما بسیار وحدت متوجه باشیم. دوم در مراحل فرهنگی قوی گذشته خود متوجه باشین که ما هیچ وقت قوم بازی نداشتیم. ما در این وقتی که بچه های خرد بودیم نمیفهمیدیم با کدام قوم مربوط هستیم. باور کنیم هیچ. در صنف ما در جایی که درس میخواندیم با مشکل ما میفهمیدیم که اونو هزاره است، اونو پشتون است، اونو تاجیک است. پس اون فرهنگی بوده که حاکم بوده. او را ما اگر دوباره بیاریم و زنده بسازیم که هست یک قسمتش فرد خدا نیست که نباشه، نرفته از بین، ما او را پالش بدیم و او را ما روشن بسازیم. امو زغال که یک مقدار خاکستر شده او شعله‌ور بسازیم. من اینو معتقد هستم که بدون از اینکه ما عواطف بگوییم احساسات، او وقت ما نیروی نظامی خدا با یک فرهنگ استوار میکنه. بچه طالبه که در اونجا ماده با همون صفتایی که شما گفتین، او یک دفعه با همون دید که من تو یک فرهنگ در اون طرف هست و برادرش که در مابین قندار است با یک فرهنگ دیگه در اون شیشته، او سعی میکنه خودش با خود خنده میکنه. خارجی که برش بگه بیا کمک کو، ما پیسه بهتم، بیا کرا میگیرم، میگه برو خوب بی کرا گرفتن مرا. تقوا گفتم یک وقتی شرم بود، رشوت، فساد اداری عزیزم شرم بود در دوران ما. تو نبوده باشه که نبوده. یک قاضی برش خجالت بود اگر رشوت میگرفت. یک معلم خود ناممکن بود. وزیر شما فراموش میکردین که رشوت بگیره. دیدین که گپا کلش در وجود دارین، مردم هم سرش خنده میکردن. اگر پول زیاده در خانه میآورد بچهش پرسان میکرد خانمش که از کجا که دیره. خودش ببین که امرای پروسه فرهنگی ملت خود و دولت شامل ساخت و زن با همین سوال خود که این پیسه از کجا که دیره. دقیقاً آقای خلی، امنیت ملی افغانستان به صدها تن را گرفت، در پرده تلویزیون هم ظاهر کرد. کلمه خود خوانده نمیتونه، میگه ما آمدیم در افغانستان جهاد میکنم. حکومت افغانستان چرا به گوش اینمی مردمه که به اونمو عقیده است و اونم بیگانه پول داده برش خریده شده میدان جنگ روانش میکنه، چرا فهمانده نمیتونه که حقیقت ها چیز دیگر است؟ والا باید از حکومت پرسان کنین شما. یعنی دقیقاً مشکل فرهنگیش را دیگه شک نیستی. وزارت سابق ما مطبوعات میگفتیم فرهنگ افغانستان باید قوی ترین کارهای خود از همه نهادهای رسانه‌ای شخصی که باید قوی بسازه. چرا؟ ما متاسفانه در یک جنگ هستیم. در جنگ سلاح است، کار میشه، پلیس کار میشه، عسکر کار میشه، استخبارات کار میشه، اما بالاتر از همه چی کار میشه جانم روحیه کارداری خود. روحیه کارداری که او بر اساس فرهنگ خود استوار است، بر اساس عقیده خود استوار است. ولی ما را چی روحیه میراد دم کوه؟ دیوانه بودیم دی کوه بگردیم. خب میرفتیم در امریکا در گوشه زندگی میکردیم، ماستری خودم گرفته بودیم، دکتری خودم میگرفتیم، به پاکیزه آرام. چی نقص داشت؟ بله آقای خلیلی، در مورد وضعیت کنونی افغانستان میخوایم بپرسم. ما به کدام طرف در حرکت هستیم از دیدگاه شما و با توجه به تجربه‌ای که شما از جنگ و صلحی که در افغانستان دارین؟ من جانم یک آدم خوشبین هستم همیشه. از این خاطر قبیسا گپ ما اعتباری نیست. خوشبین به این هستم که با اونمو عناصری که پیشتر بخورد عرض کردم و گفتم جان ما مشکلات بسیار زیاد داریم. از نگاه امنیتی
دو، از نگاه ثبات سیاسی. سه، از نگاه اقتصادی. چهار، یک موج عظیم نسل نو در پیش روی ما است. این هیچ وقت ما نباید که یک بحث بیخی علایده است عزیزم، که هیچ وقت نباید همین مربع را فراموش کنیم. حاله یک، امنیت ملی. دو، بی‌ثباتی سیاسی. سه، اقتصاد سرکوب شده که 4-5 لک نفر بیکار شده. چهار، موج عظیم نسل نو مثل شما. دقیقاً. آقای خلیلی، بعض زمزمه های وجود داره که حلقات در درون نظام افغانستان یا در حکومت افغانستان است و برای حاشیه کشاندن مجاهدین کار میکنن. شما احساس کردین؟ ولی من شخصا نمیتونم باور کنم که میگه وجود داشته باشه، چرا ده هیچ نوع مفاد و برد ملت افغانستان نیست مگر خارجی. و دهی کسایی هم که فعلا در دولت هستند و من گمان نکنم که همینطور یک گپ اینا به وجود آورده باشند که، اما انتباه همیست، انتباه قوی تر از اوست که جانم تو ششتی پشتون پشتش میگردی، تو ششتی تاجک پشتش میگردی، تو ششتی هزاره را پشتش میگردی، تو ششتی ازبک میگردی، تو ششتی پشهی را. نی همین انتباه را ما بگیریم. اگر این دولت مسئول است، ملت افغانستان این انتباه را داره، میگه کلی گپ به دست ازمیست. ملت معروض پریشان جگرخون که ما چطور کنیم؟ حالا خینال دیگه طالب که آمد گویا طالب به نامش پشتون ماندن، تروریسم هیچ قوم نداره. همه طالب ها شاید پشتون باشن، اما همه پشتون ها خود طالب نیستن. هر کسی که قومیت به پشتون داد و قبیله به پشتون داد و به طالب داد و تروریسم، قبیله یا قبله یا قومیت، او اشتباه میکنه، تروریست است. او که میای امی انگیزه را به ملت بتیم که تو در برابر تروریسم قرار داری، در برابر یک قوم قرار نداری. اگر من اونجا یکی از این وزیرای کار کنن که والا دیگه فرق نمیکنه خال و نام، دیگه ما این پشت پشتونام بگردیم، بازوشو بگه بیا پشت ازبکام بگردیم، او دیگه مجبور است پشت هزارا بگرده، او مجبور است پشت چی بگرده. ما باید اقوام خود داشته باشیم، باید به اقوام خود احترام کنیم، باید یک پشتون قوی با هیبت داشته باشیم، اما نه به تضعیف یک تاجک، نه به تضعیف یک هزاره. ما باید یک هزاری قوی باشیم، باید یک هزاری دانشمند داشته باشیم، اما نه به ویران کردن مکتب یک پشتون یا تاجک. از این خاطر این انتباه زود از ملت ما بگیریم. اگه این انتباه دوام بکنه ما را به کجا میبرد؟ بحران پشت بحران، بحران پشت بحران. در غیر صورت بسیار چیزای ما داریم که به او امیدوار هستیم. یک نظام، یک عسکر بسیار قوی داریم فضل خدا که ما در خواب میدیدیم، معارف بسیار قوی داریم فضل خدا که در خواب میدیدیم، رسانه‌ای داریم مثل شما واره که در خواب میدیدیم. یک روز اینجا ما پارلمان داریم، قانون اساسی داریم، ما امو نهادهایی را داریم که این ملت ساخته، تو نگوییم که خارج ساخت، با ما همراه رو ساخت. ما میتونیم در بسیار وقت کم خود از این مصیبت خلاص کنیم اگر ما انتباه بگیریم و خود ما زعامت ملی عقیدتی نیرومند صادقانه و ملت شریف افغانستان بدیم. سپاسگزارم آقای خلیلی از این که وقت مصاحبه برای ما مساعد ساختید. تشکر یک جان. بسیار تشکر. مهربانی کردید. بسیار تشکر. و تشکر از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردین. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.